سلول هایی که در مغز بدن تبدیل به تومور شدن، دچار جهش ژنتیکی شدن، خودشونو ژن خوب، خودشونو آقا و آقازاده، مولا و ولی، و دیگر سلول های بدن را نوکر و نوکرزاده، موالی، ببخشید، و ژن پست میدونم. پیشنهاد من پیش از اینکه بیشترین تن و تن ضعیف بشه و دچار مرگ بشه، شیمی درمانی یا رفراندومه. امروز اگر تن به رفراندوم ندید، فردا باید به جراحی خونبار تن بدید. البته اگه از کاخ کرملین بهش اجازه بدن که خودش در این چالش شرکت کنه، چالش اقلیت و اکثریت.